یکی از خبرهای مهم هفته‌های اخیر در فرانسه سر قدرت آمدن سیاستمدار جوان امانوئل ماکرون شد که در 39 سالگی کرسی بلندترین را در یکی از مهمترین کشورهای اروپا صاحب شد. رسانه‌های جهان در برابر پیروزی برنامه‌های اروپایی گرایانه ماکرون به سن جوان پرزیدنت تاکید کرده می‌گویند که او نماینده نسل نو و کارساز سیاستمداران اروپایی است. در تاجیکستان هم مطبوعات درباره سیاست جوانگرایی حکومت حرف میزند و در یکی از آخرین تعیینات کادری که روز 8 می صورت گرفت تاکید شد که اکثر کارمندان ساختارهای سودی تاجیکستان نمایندگان نسل جوان و زباندان و معاصر می باشند. حکومت تاجیکستان با سال جوانان اعلان کردن سال 2017 گفت که می خواهد از راه جلب عقل و استعدادهای توانا و زمانوی به پیشرفت این کشور مساعدت کند. ولی برخی کارشناسان میگویند تا هنوز مشکلات زیادی نسل جوان حل خود را نیافته است و مسئله هم در این است که برای پیشرفت در این سمت برنامه‌های بنیادی و جدی لازم است که وضع را تواند از داخل نه سطحی دیگر کند. یک کارشناس تاجیک میگوید با سپری شدن بیش از 5 ماه هیچ برنامه و یا طرح خاصی کمک به جوانان پیشنهاد نشد و ظاهرا کار با جوانان و به خاطر جوانان اکثرا با جلوگیری از افراطی شوی و راه نیافتن جوانان به مؤسسه های تفریحی محدود شده است، در حالی که باید یک اصلاحات بنیادی در امر بهتر کردن حیات و معیشت نسل نورس براه مانده شود. دلیر شریفов یک تحلیلگر میگوید ما خیلی اندیشه داشتیم که اون برنامه‌های جدی روی دست میاد، حرکت یک جوش و خروش به وجود میاد که به سمت پیشرفت و همین چیزا ما نائل شیم. این طرف اون طرف فقط میبینیم همین رقص موسیقی و سرود و بازی از تمام دیگه اون چیز جدی که تحریک دهنده باشه، اون چیزی که امیدوار کننده باشه، اون چیزی که مثلا بتونه جوانان از راه افراطگرایی و اکستریمیستی و تروریستی پیوستن با گروه‌های دیگر بازدارد ایسو به مشاهده نمیرسد. دلیر شریفов میگوید تاکنون نهادی را در تاجیکستان پیدا کردن مشکل است که حداقل 50% را کادرهای جوان تشکیل کنند. یکی از حادثه‌های خبرساز بر رهبری شهرداری دوشنبه آمدن رستم امامعلی شد. طول این ماه نیز در برخی از ساختارهای کشور دیگرگونی‌ها صورت گرفت و در شرح اغلب این تغییرات کادری با جوان داننده زبان خارجی و صاحب تجربه و ملکه معاصر کسبی بودن تعیین گردیده‌ها تاکید شده است. اما خورسند خرمов سیاستشناس جوان میگوید اعلان این سال اصلا معرکه و یا بهانه برای انتقال قدرت به پسری پرزیدنتی تاجیکستان بود و آنهایی هم که در دایره اصلاحات صاحب کرسی شدند از دایره افرادی نزدیک به نظامند. طبق آمار رسمی تا سال 2016 44% خدمتچیان دولتی را جوانان تشکیل می‌کردند. مقامات میگویند برای تربیت رهبران با استعداد چاره‌های همراهی دست گرفته شده است، ولی به قول افراد آگاه آنهایی که صاحب کرسی میشوند اکثرا پیوندان خودی مقامدارانند و یا پشتیبانی قوی دارند. برخی همصحبتان ما میگویند پارلمان تاجیکستان هم به نیروی تازه جوان نیاز دارد. ژورنالیست ذوقی‌بک سعید امینیان میگوید با وجود اینکه قانون‌های کشور به عضویت مجلس پذیرفته شدن جوان‌های 25-30 ساله را اجازت می‌دهند، تا حال چنین چهره در پارلمان کشور راه نیافته است. ما که دیدم پرس که شاید تا سال 2020 حتما جوان‌ها هم با بعضی از کرسی‌های اساسی در بعضی کرسی‌های اساسی نمی‌شن. من به حیث کدام یاردمچی وزیر یا یاردمچی رئیس یا یاردمچی کدام سردار خدمات ولی به حیث خود رئیس یا وزیر یا سردار خدمات. کارشناسان دیگر میگویند مشکل جوانان تاجیک تنها دریافت کار در ساختار دولتی نیست. واقعا شرط نیست که همه خدمتچی دولتی باشند. مثلا در امکانیت رشد دانش و هنر و نمایش استعداد است. برای این باید امکانی پیشبرد تجارت و صاحبکاری، تأسیس کارخانه استحصالی، ایجاد سازمان جمعیتی مساعدت کرده میتواند که برای کمک در حل مشکلات جامعه و هم دریافت درآمد از این کار کمک کند.